بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اما بعد، فصلهای سال انسان را خاطر رسانی به حیات آخرت می کند. فصل تابستان در قرآن کریم در یک موضع با نام تابستان صراحتا ذکر شده است که الله تعالی در سوره قریش گفت که لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما گفت برای احترام قریش، برای آبروی قریش را برداشتن، برای آنها امنیت را دادیم، آنها را از هر خل بلاهایی که ضد مکگی ها برای مکه میخواستند برای ویران کردن کعبه، اینها را نگاه داشتیم. برای احترام قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، ما برای اینها دو نمودی سفر را دادیم. یکی رحلت الشتاء، سفر زمستانی به سوی یمن بود، دیگری سفری تابستانی به سوی شام بود که به سبب این سفرها اهل مکه در کجایی که روان به آبروی و به عزت بودند، مکه شهر امن و آرامی بود. بنابراین مرتبه قریش دیگر یعنی قبیله های عرب بالا برداشته شد. گفته الله تعالی اشاره به فصل تابستان کرد. فصل تابستان انسان را به آتش دوزخ یادآوری میکند. خیلی که فصل زمستان هم خنوکی زمستان هم انسان به زمهریر طبقه از طبقه های آتش دوزخ یادآوری میکند و فصل بهار انسان به جنت یادآوری میکند. فصل تابستان گرمی سختی، فصل تابستان انسان شخص مومن این را دیده آتش دوزخ را به خاطر می آورد. در صحیح بخاری آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند اشتکت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین. رسول الله گفتند که دوزخ به پروردگار عالم شکایت کرد، پروردگارا بعضی مرا خورده ایستاده است. سپس الله تعالی برای او دو نفس اجازت داد. نفس فی الشتاء، یک نفس میبرارد در زمستان، و نفس فی الصیف، یک نفس دیگر در تابستان میبرارد. آن خنوکی سختی که شما در فصل زمستان مییابید این نفسی از نفسهای آتش دوزخ است. این یگان ذره به طبیعت تعلقیت ندارد و این چنین این گرمی های تابستان نفسی از نفسهای آتش سوزان دوزخ است که در قرآن کریم زیاده از 234 موضع قرآن الله تعالی درباره دوزخ صراحتا نام دوزخ را گرفته است و درباره صفاتهای دوزخ و درباره اعمال اهل دوزخ به نهایت آیاتهای زیادی هست که بعضی آن را مختصرا برای شما یادآوری میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوزخ را دیدند، چه خیلی که در کتاب‌های صحیح و سنن و مسانید ثابت شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. آن چیزی که من میدانستم اگر شما میدانستید بسیارتر گریه کرده کمتر خنده میکردید. در بعضی روایت‌ها لو رأیتم ما رأیت، اگر شما آن چیزی که من دیدم آن را میدیدید در این دنیا بسیارتر خنده میکردید کمتر گریه میکردید. قالوا وما رأیت یا رسول الله، یا رسول الله گفتن صحابه کرام شما چرا دیدید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که رأیت الجنة والنار، من جنت و دوزخ دیدم. 1432 سال پیش از این جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم جنت و دوزخ دیدن. برایشان جنت و اهل جنت و دوزخ و اهل دوزخ نشان داده شد. یک چند حدیث ها آمده است. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را به یک شخص مانند کردند و امتشان را به پشه های خاموشک و بعض حشرات های پرنده مانند کردند. گفتند که
مثال من و مثال شما امتای من مانند یک مردی که شبانه آتش در گرانید. وقتی که آتش در گرانید ناگاه پشچه های و خاموشک ها آمده به درون آتش افتیدن میگرفتن و این مردک باشد حرکت میکرد که همه ها نافتد، لیکن ها می آمد و می افتید. من مثالم و مثال امتای من مانند همون مردی که از آتش پشه های دور میکرد. یعنی مقصد من حرکت میکنم که مردم امتای من به دوزخ نافتن. گفته یک تمثیل مثال آورده بودم. اما دوزخ وسیعیش به نهایت وسیع است، از جنت دوزخ وسیع است و دوزخ بسیار بزرگ و کلان است، برای آنکه اهل دوزخ از اهل جنت بسیار است. برای آنکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضی پیغمبرها را دیدند که یک پیغمبر دیدم که همگی یعنی که 9 نفر یا اینکه 7 نفر ایمان آوردیم. یک پیغمبر در مدت طول پیغمبریش همین قدر ایمان آورده. یک پیغمبر دیدم که 2 نفر ایمان آورده. یک پیغمبر دیدم که بعد اینکه پیغمبر شد تا روزی وفاتش 1 نفر پیغمبر پیروی کرده. یک پیغمبر دیدم که یگان کس وای پیغمبر را پیروی نکرده است. یگان کس، بلکه بعضی پیغمبرای بعضی مردم ها کشتگی هم به قتل رسانیدند. یعنی بینید پیغمبرها نوح علیه السلام 950 سال دعوت کردند. در مدت 950 سال فعالیت حضرت نوح علیه السلام همگی 30 چند نفر ایمان آورده. همگی قریب در 85 سال یک نفری حساب کرده. بعضی اکثریت آدم‌هایی که ایمان و پیغمبران می آوردند. در دنیا هم 1.5 میلیارد دنیا مسلمان ها باشد، باقی مانده 3.9 میلیارد یا 4 میلیارد دیگرش اینها بی دین ها هستند، یا که دین های از ویران شده، تغییر یافته شده، دین های باطل، یا اینکه بی دیننده هستند. بنابراین اهل جنت به نهایت کم هستند نسبت اهل دوزخ. حتی در حدیث آمده است که روز قیامت الله تعالی به حضرت آدم پدر آدمیزاد میگوید که آدم تو اهل جنت از اهل دوزخ جدا کن. یا الله میگه چقدر جدا کنم؟ میگم که 999 کس به دوزخ، 1 کس به جنت میگه. سپس صحابه های کرام وقتی که این حدیث میشنن غمگین میشن که بسیار این 999 کس اگر به دوزخ رود و 1 کس به جنت رود، این امری بسیار وزنین است. سپس پیامبر میگه که بشارت دهید که از امت من 99 کس به دوزخ، 1 کس به جنت. یعنی مانند پیشین پیغمبرها 999 تا به دوزخ و 1 تا به جنت نیو، 99 تا به دوزخ و 1 تا به جنت. این بشارت گفتن، خوش خبر گفتن. بنابراین دوزخ وسیع است و این چنین در دوزخ اهل دوزخ الله تعالی حجم هاشون کلام میکنند. حتی 1 دندان اهل دوزخ مانند کوه احد میشه. کوه احد درازیش تقریبا 15 کیلومتر است. درازیش و برش و بینهایت وسیع است که در یک چند حدیث ها رسول الله یگان چیزی بزرگ اگر مثال آورده نشان کوه احد به قیاس میکنن. 1 دندانش، دندان آدمی کافر مانند کوه احد باید میشد. 1 دندانش. تصور کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بین کتفش و بین تا آخر کتفش 3 شبانه روز یک اسب تازی بزرگ میتازد. گفتن بین از این کتف، یعنی اهل دوزخ الله تعالی حجم هاشون بزرگ میکند تا اینکه جزای بسیارتر کشند، بسیارتر پوست هاش سوزد. بنابراین این دلالت میکنه که دوزخ جای کلان است، دوزخ جای وسیع است. با وقتی که الله تعالی دوزخی ها را به دوزخ میپرتاید و تقول هل من مزید، در قرآن کریم خدا میگه که دوزخ میگه که هل من مزید، با اضافه که همی پروردگارا، با اضافه که میگه دوزخ بسیار یعنی تشنه است. و در دیگر حدیث ها باز وسیعی چقوریش را رسول الله بیان کردند. روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراهی صحابگان کرام نشسته بودند که ناگاه آواز یک افتیدنی برآمد، گویا یک سنگ به یک جا افتید، یک صدا برآمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آیا میدانید که این صدای چی است؟ گفتند که نمیدانیم یا رسول. گفتند که این صدای یک سنگی که 70 سال پیش به دوزخ پرتافته شده بود امروز به قعرش رسید. بنابراین بسیار دلالت به چقوری و وسیعی دوزخ میکند. حتی در دوزخ جایهای اضافگی میماند. دوزخ طلب میکند که پروردگار و دوزخی ها همه در آمد شدن. دوزخ میگوید که پروردگار را با اضافگی تی میگوید. سپس الله تعالی دوزخ مسخ کند که حتی جای خالگی نماند.
اما جنت جای اضافه که میموند بسیار آدم اهل جنت بسیار. یک آدم به همه در باره جنت وقتی که صحبت کردیم گفتیم که از همه آدمی که شاید چندین هزارها سالها در دوزخ عذاب کشته بعد به جنت می‌درد و بعد این دیگر هیچ کس نمی‌درد، از همه پسترین منزله اهل جنت به الله تعالی تقریبا 50 مراتبه مال ملک دنیای می‌دهد. از همه پایان‌ترین شخص جنتی همین قدر جای وسیع نمی‌گردد یک کسی جنتی. لیکن دوزخ هم جا نمی‌ماند برای شخصان اضافه. الله تعالی دوزخ زیچ میکند، زیر میکند که حتی دیگر جای خالقی نمیماند. و الا دوزخ بسیار طلبگار بود که با حسن پروردگار روز جنت و دوزخ کشمکشی کردند. سپس الله تعالی گفت که ای جنت تو رحمت من با تو بندگان نیکم مکافات میدهم. ای دوزخ تو عذاب من با تو آنایی که به یگانگی من ایمان نمیبیارد، من احترام نمیکند، من عبادت نمیکند، من آنهای با تو میسوزانم. وعده بر ذمه من بر حق تو همین که حدوی توی هم پر میکنم، جنگ و جدال میکنم. از من لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. در سوره سجده الله تعالی قسم میخورد که قسم به بزرگیم که من دوزخ و جنت آدم‌ها و جن‌ها کتی پر میکنم. جن‌ها هم کافرای جن‌ها به آتش دوزخ میدونن، چخیلی که در یک چند آیات‌ها ثابت شده است. و در حدیثی که بخاری رحمت الله علیه روایت میکنند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 ضمام. روز قیامت جنت آورده میشود با 70,000 نقطه. 70,000 نقطه که جهنم بسته شده، که جهنم دوزخ آورده میشه پیش مردم. با 70,000 نقطه، هر یک 70,000 نقطه انده 70,000 تا فرشته قبضه گرفتگی. و یک برزگاه شوخ اگر بینید چند نفر 3-4 نفر از چند طرفش بسته میبیرن. 70,000 نفر نقطه کتی، هر یک نقطه که ارغمچین دارد رسمان دارد هر یکش با 70,000 فرشته گرفتگی. یک فرشته ما دربارش گفتیم که بین کتفش و بین نرمی گوشش 700 سالینه راه گفتیم. جبریل پیامبر دیدن که از این قناتش تا این قناتش از مشرق و مغرب بین مشرق و مغرب بود، حالا که 600 قنات داشت. این یک فرشته. فرشته چقدر مخلوقات بزرگ هستند، با وجود همین از یک رسمانش 70,000 نفر فرشته قاپیدگی. همین خیلی حالتی وحشت و دهشت 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته جهنم کشاله کرده میبیان روز قیامت. این دلالت به بزرگی و عظمت و وسیعی و چقوری جهنم میکند. امام طحاوی در اقرار عقیده امام اعظم و ابو یوسف و محمد ابن حسن و دیگر علما در کتاب عقیده طحاوی گفتند که والجنة والنار مخلوقتان، جنت و آتش دوزخ آفریده شده است. لا تفنیان ولا تبیدان، آنها نیست هم نمیشوند نابود هم نمیشوند. جنت و دوزخ الله تعالی آنها خلق کرد، آنها هیچگاه نیست و نابود نمیشن، میستند، آنها ابدالآباد هستند. و خلقهما قبل الخلق، جنت و دوزخ را الله تعالی پیش از ما و شما آفرید. پیش از آن که الله تعالی انس و جن آفرید، الله تعالی جنت و دوزخ اولا آفرید. بنابراین این یعنی اعتقاد تمام اهل سنت و الجماعت. و جنت و دوزخ نیست نمیشود، ابدالآباد است. آنهایی که به دوزخ در آمدن و به جنت در آمدن ابدالآباد هستند، غیر بعض مسلمان های گناهگاری که آنها به دوزخ می درآیند، به قدر گناهایشان الله تعالی آنها را می سوزاند، سپس باز آنها به جنت در آورده میشن. لیکن آنهایی که از خارج دین مقدس اسلام هستند، آنها ابدالآباد یگان جای تمام شوی ندارد، در آتش دوزخ ابدالآباد می سوزند. نعوذ بالله. درهای جنت 7 در است. لها 7 ابواب. الله تعالی در قرآن میگوید که دوزخ 7 در دارد، به خلاف جنت که جنت 8 در دارد. هر یک در جنت شخصیت های دارد که از همونجا میدارد. چخیلی که در جنت 8 در جنت 8 خیل طایفه آدم ها میدارن. از یک درش در ریان است که روزدار ها میدارند. لیکن دوزخ هم 7 در دارد، از هر یک درش علاهیده یک مخصوص شخص های گناهگار میدارند. و دوزخ یعنی عبارت از آتش است که عبارت از درکه ها است. جنت درجه ها دارد. گفتن که در بعض احادیث جنت 100 درجه دارد. گفتن بین هر یک درجه بین زمین و آسمان است. دوزخ 7 درکه دارد. درکه
آن درجه هایی که به پایان می رود، یعنی زینه اول و زینه دوم و زینه سوم هر چقدر به پایان می فراید و درکه است. دوزخ در پایین که هست او درکه دارد، جنت که در بالا است درجه ها دارد.